اعتراضات مداها مستفیض میشین در مواردی. اینی که اصرار میکنن که بلند گریه کنی لزومی نداره، آرام گریه کنن. وقتی میخوان سینه بزنن اصرار بر این که این صدای شما مثلا صدای این جمعیت نیست، صلوات میتونستن نیست، صلوات این جمعیت نیست. شما بخواید صلوات بفرستن ولی تو دلشون، این درست نیست، چون اشک گرفتن از مردم هدف که نیست. این بی سوادهایی که غلط میکنن، میگوین آهسته گریه کنی. امام ششم رئیس مذهب حدیث این حدیث فقیهیه، فقها بر افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه طاهریه، فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه